این حکایه سرگذشت حقیقی است. در این باره یک اکتور هوسکار به من نقل کرده بود. نقل او این است: انا شما رفیق ها مرا میپرسید که آیا من اکتور بودم؟ بله بودم. در تئاتر بازی میکردیم. به این صنعت دل داده بودم. سهل کار بود است. در آن یگان چیزی برجسته نیست. انا گفتیم که با صحنه میبرایی. تماشابینان نگاه میکنند. در بین تماشابینان شناس ها، خویشاوندان طرف زن، حق همسایه ها، میبینی که از تالار چشمکی میزنند. یعنی نترس میگویند واسه هنرت را نشان ده. تو باشی با آنها اشاره میکنی. یعنی تشویش نکشید رفیقا، میدونیم ما کودک نیستیم. ولی اگر چقدرتر فکر کنیم این احساس یگان جهت خوبی ندارد. بسیارتر خون جگر میشوی. انا باری ما نمایشنامه‌ای که گناهکار رو به صحنه گذاشتیم از حیات گذشته و بسیار پیسه زور. مثلا یعنی در پرده یکم روزانان در حضور تماشابینان سوداگر را غارت میکنند. بسیار طبیعی برآمده است. یعنی سوداگر داد گفته با پایهاش مقابلیت نشان میدهد، او را باشد غارت میکند. نمایشنامه دهشتناک. میخیلک نمایشنامه را به صحنه گذاشتم. پیش از سرشوی اسپکتاکل یک اکتور هوسکار که نقش سوداگر را بازی میکرد عرق نوشید. در هوای گرم عرق اون آواره‌گرد را چنان برداشت که بازی کردن نقش سوداگر امکان ناپذیر گشت. همین که به صحنه برآمد گویا قصداً چراغ‌های صحنه را با پایهایش زیر میکرد. رژیسور ایوان پاولیچ به من گفت با پرده دوم او را برآوردن نمیمانیم. کلافرم همه لامپوچکاها را میشکند. شاید تو با جای بازی کنی، تماشابین نمیفهمد. من گفتم من رفیقا به صحنه برآمدن نمیتوانم، التماس نکنید. من حاضر دو کاسه آب و گوشت بوز خوردم. وای خودم رو بدیس میکنم. رژیسور باشد برادر جان به من یاری ده. اقلا به یک نمایشش شاید اون ارتیست بعد به هوش میآید. کاری فرهنگی و معرفتی را ویران نکن. خلاصه بسیار التماس و التجا کردن. من به صحنه برآمدم و در وقتی همون صحنه چنانی که بودم با پیجاک و شیم خود برآمدم. فقط ریشی بیگانه رو شیرش کرده برآمدم. تماشابین با وجود آن که بفهمند زود مرا شناختند. هی گفتند واسه برآمد سراسیمه نشو، یعنی هنرت رو نشان ده. من گفتم البته رفیقام نمیترسم. این یک گفتم لحظه مشکل. ارتیست گفتم کمی سرگرم شده است، به صحنه برآمده نمیتواند. دیلش به حضور شده ایستاده است. خلاصه نمایش سر شد. در صحنه من نقش سوداگر رو بازی میکنم. داد گفته دست و پاچک زده از غارتگران خلاص شدن میخواهم. ناگاه حس میکنم که کیم کدام هوسکار در حقیقت با کیسم درست برده ایستاده است. من پیچک را به خود پیچانیدم و از ارتیست ها دور شدم. از آنها خودم را مدافع نمودم. راست بر روی یک تش زدم. به خدا قسم نزدیک نشوید گفتم احمق ها. به وجدانم قسم که آنها در رفت نمایشنامه مرا فشار دادن و زیر کردن. از کیسم همیانم را گرفتم. 18 سوم و با ترددی ساعت افتادن. من با آواز بیگانه داد گفتم وای داد رفیقان در حقیقت غارت کرده ایستادند. این باشد باز هم تاثیرناکتر برآمد. تماشابینان دیوانه از شوق قرصک زدند. داد گفتند همین طور واسه آفرین، همین طور عزیزم، خودت را خلاص کن با سری آن شیطان ها فرار. من داد گفتم فایده ندارد برادران و خودم سرشان رو قمچی کاری میکنم. ببینم که یک هوسکار به خون آغشته گشته بیحال شده است. رذیلان دیگر آتشین شده به من در افتادند. برادران فریاد کردم خودش چی گپ؟ برای چی من باید عذاب کشم؟ رژیسور همین وقت از پس پرده سرش رو برآورده. آفرین گفت واسه نقش را جایی بازی کرده ایستاده ای. همین خیلی عزیزکم دوام ده. دیدم که داد و وای کمک نمیرسوند. هر قدر داد و وای کنی هم به رفتی صحنه علاقمند است. من سری زانو نشستم. برادران گفتم، رژیسور گفتم، ایوان پاولیچ من دیگر نمیتوانم.
پرده را پوشانید. در حقیقت آخرین پولهای پسنداز کردم را دزدیدم. همین وقت اکتورانی با مهارت تئاتر دیدند که بسیار سخنها از نمایشنامه فرق میکنند. از پس پرده برآمده از افتش گفتند رفیقان در حقیقت همیان سوداگر را دزدیدند. پرده را پوشیدند. با کابلیس به من آب آوردند نوشانیدند. برادران گفتم، رژیسور گفتم، ایوان پاولیچ خود از چی گپ گفتم. هنگام بازی کیم که همیانی مرا دزدید. با گفتگوی هوسکاران شروع نمودند اما پول را نیافتند. همیانی خالی را کیم که به پسی پرده پرداخته است. با همین پول نیست شد. معلوم نیست که با کیسه کی در آمد. با شما صنعت میگویید، تئاتر میگویید. میدانم بازی کرده بوده